سلام دوستانی عزیز، امیدوارم که همتون خوب و تنسیت هستین. امروز برای صبحانه من کمتر شیرکدو تیار کردم. آبش ما بسیاری بد نمی اندازم، کمتر می جوشه. کتی آب 10 مینوت بعد شیر انداختم. منو میخواید ما در شیرکدو و یک خیلی شکر می اندازن، یک خیلی ربشینه می اندازن. من کمتر عسل انداختم، شما خواهید نه اندازین. نیم قاشق کلان من نمک انداختم. دوستانی عزیز، ما آمدیم رایون نمی مغازین پبیده. 2 ماه شدن باراش رنگی برای سویتافوره نیکی این کچستلش بینی باید خوبه. دوستانی عزیز، ما این مغازین ها رو کم سیونکا کردم. رومده 10 مینوت 15 مینوت هر مغازین را گشتم، کم شماده سیونکا کردم و اومدیم این مغازین پبیدر، مغازین فیکس پرایس اومدم. کم ترگم جوش سیونکا کردم، فقط یک طرف شد. نمیدونم که اخرانه نمیمونه 2 تا اخرانه. Соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Находясь в торговом зале и в очереди, пожалуйста, прикасайтесь только к тем товарам, которые вы собираетесь купить. Если расчетом веса, пользуйтесь умными знаками. Конта имя качества для вашего. دوستان عزیز، ما خیلی گشته مغازین ها، در مغازین های لباسی هم رفتم. بودم بسیاری بد سیونکا کردن نتونستم. خیلی که میبینین نمود شب شده. امروز ما در یک روز دیگر دوستان عزیز، ما امروز تورت تیار کردم. تورتی دانس پاچکی 2 استکان آب انداختم، 100 گرم مسکه، 1 قاشق نمک انداختم. من میخوام مسکه کتی آب میجوشه.
بعد ارد میندازیم 2 استکان ارد انداختیم تیز میکوبیم خمیر میشود خمیر غلسک میشود تا کوفته میشیم این است زکردش باید خمیرش نمیخواد تیار شود علاوه پستر میکنیم و نمیخواد کوفته میستیم خمیر کمتر غلسترک شود خمیر تورت ما تیار شد دخترها در یک کاسه دیگر می اندازیم باید خنک شود خمیر تورت ما خنک شد دوستانی عزیز یک بار میکسر کتی یک جایه میکنیم بعد یک دانه تخمه انداخته لد میزنیم منم بخیر تیار شد دختر و خمیر تورت ما 8 دانه تخم انداختیم منم بخیر دخترها ما درم میتونیم شکچه میگیرم خمیرم شما میتونید که با 2 قاشقچه میده و همین سوی خفته ما درم شکچه گرفتم در 180 گرادوس میمونیم تا تیار شدنش میسته نمیخواد دخترها همش پخته میگیریم اینطور به نهایت آسانه پختنش و چیزی نمیره در درونش من بسیار تیار میکنم اینطور کودکان به نهایت دوست میدارن نمیخواد تورتا کرم تورت دخترها سمیتن های من کمتر در سمیتن شکر انداختم پرسته همه وین چکتی کوفتم شکرش آب شد در بالای تورت دخترها کمتر عرق پاشیدم و کاکائو پراشوختم و شکلات او کرده نریختم اگر شما خواهی شکلات او کرده ریزه برای کرشنش خشک آمدن اختیار شما من خب پرستو یک عرق سو
کاکائو پاراشو کردم. تمام. دوستان عزیز، ما تورتا در خلادنی مونده بودم بگه سهر گفتم که وای کنم سیونکا کنم چخه اومده است درونی تور یکی افسوس سهر خستم کودک و جمعی شخ خوردیم. در پناه الله مهربان باشه دوستان عزیز تا ولاگ آینده.